رستم جان، من خیلی خوب شما رو درک میکنم و چند حرف برای قوی گرداندن روح شما میخواهم بگویم. این نامه شما پر از درد است، ولی من همچون انسانی تجربه دار که این پیراه رو خودم طی کردم به شما توصیه میدیم که اولا کلمه من تنهایم رو، عباره من تنهایم رو از ذهن خود زدوده کنید. با خط خورد این واژه رو، این عباره رو نیست کنید. من تنهایم باید در حیات شما وجود نداشته باشد. تا زمانی که شما من تنهایم رو، این عباره رو، این دو کلمه رو از حیات خود اختصار نکنید، شما با صلابت و ارادت دستیاب نمیشوید. شما تنها نیستید. این خالیگاه زندگی شما رو که از پدر هست، خالیگاه جای پدر، خالیگاه جای مادر، خالیگاه جای برادر رو رفیقان صادق، دوستان جانی، همکسبان، همسایه ها، عزیزان دیگرتان میتوانند پر کنند. این خالیگاه هیچ وقت این گونه خالی نمیماند و بالاخره اگر شما اون اویله رو که آرزو میکردید با دست آورده هم نتوانستید، فردا حتما شما خودتان اویله بنیاد میکنید، صاحب فرزند میشوید، صاحب مقام میشوید. یعنی اون اویله شما یک گوشه الهیده هست که در آنجا شما امنیت دارید، آرامش دارید، در آنجا شما واقعا هم روح خود را میتوانید که آرام کنید. یعنی شما تنها نیستید. آسمانی پر از ستاره از شماست. هر سحر آفتابی که میبراید مال شماست، به خانه شما سر میزند، به جای خواب شما سر میزند و از خواب شما رو بیدار میکنند. این همه موسیقی هایی که در کوچه ها صدا میدهند از شماست. همه چیز دنیا مال شماست. فقط شما آغوشتان را به سوی دنیا بکشید و با امید به فردا قدم بزنید. هیچ یک حادثه نباید کمر امید شما را بشکند. به پیش.